ساکن دهه چورباغ جامعه دهاتی به نام میرزاعلی وایس فینویه وسیع ستورمجیرف این اثر را از بابا و بابا کلونش همچون میراث از گذشتگان تا امروز نگاه می‌دارد. اثر تاریخی قدیمه دارد. سالی ساخته شدنش نامعلوم است. 116 سال اینجانب در این اویله از نسل به نسل نگاه داشته شده است. پیش ای پدرمون ای صاحبی اثر اومدگی ممکن قدر که 116 120 سال شده باشه که اثر در همین دست پدر ما گذشت. انا بو مو همین را دیگر نمی خیلی همین ایروی سیرتشو ایروی مثال نمی رنگ بارشو زیباگیش بو همون را بو فرزند ما نگه داشته شدیم که فرزندان میگیم که این چی چوب باشد این ایکیو. این اثر نمونه کاری هنرمندان تاجیک بوده با صنعت بلند ساخته شده است. نقش و نگاری دقت جلب کننده دارد. وزنش سبک است. آهن نوگی نظامانند اثر اصلش نگاه داشته شده است. یک آدم حرمت میکنیم و اصوی پیر باجوی پیر میره حرمت میکنیم یا آدمو بسیار آدم کلون کردن تربیه کردن همین سورا با نگاه بداریم که با بچه های ما با نبیره های ما مثال همیشه یک حق فراست شود که آدمو چقدر نگاه میدارن. در خانه ستار مجیدف در برابر عصا این طبق کلان چوبین از دوره های پیش نگاه داشته شده است. با فرا رسیدن فصل زمستان برای تیار نمودن طعام ملی قروتاب طبق را شسته آماده می نمایند. می گویند که گرد این طبق 10 تا 15 نفر می نشستند. این عصا و این طبق شاید از جانب یک هنرمند در یک دوره معین ساخته شده است. اوستا با وزن این محصولات به نهایت اهمیت مخصوص داده است که هم طبق و هم عصا بسیار سبک هستند. لیکن متاسفانه ما معین کردن نتوانستیم که و تا امروز هم کسی معین کردن نتوانسته است که این محصولات طبق و عصا از کدام چوب ساخته شده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.